اون کاری که پروشینکو در مدت پرزیدنتیش کرد مردم رو قانع نمی‌کرده است. نه به طرفداری شاومین بلکه بر ضد پرزیدنت حاضر مردم آواز دادن و این چیزی طبیعی است. وقتی که راهبر گفتش را نکرد، وقتی که پرزیدنت مملکت را آرام کرد نتوانست، عاقبتش باید همین شود بود. اساسش مردم کاتالوگای هیچ داشت. اون پارتیاش نیست مردم دستگیری کردند. بعد ممکن همین اساسش همین باشد که این مردم کاتیمون سیاستش دیگر کرد. اما خلق اوکراینا از پیتر پروشنکو مانده شد. وای الگر پول جمع بگن، هم بای آدم خود پول جمع بگن، چیکار بگن دیگه؟ خلق اگه مانده شد دیگه آدم نیاد، هم انتخاب آواز داده است. Смотрела их дебаты, и мне очень понравился Зеленский. Выдержанный, спокойный, он достойно заслужил эту победу. های غریب البته دستگیری نقض داشت از دولت‌های خارجی. یعنی خود او نمیتونست غالب شود به دستگیری. ممکن. برای چی چنین فکر میکنی؟ برای که وای میگم که وای آدمی اقتصادی نبود، وای راهبر نبود، وای یک آدمی چیز. این لیش فکری من. به نظر من مراجعت زلنسکی به کشورهای سابق اتحاد شوروی به این خاطر بود که کشورهای سابق اتحاد شوروی پس از آزاد شدن یعنی رئیس جمهورانی رو داشتند که مدت‌های زیاد سر قدرت بودند و هستند و زلنسکی هم چنین مراجعت کرد تا اینکه به مردم این کشورها بشنواند که نه شما می توانید با اختیار خود با اراده خود رئیس جمهور خود را آزادانه انتخاب کنید، نه اینکه زیر قدرت و حکمرانی رئیس جمهوران خودکامه و طولانی مدت بمانید.